صحبت بالای اسم و یاد پدر می افتد آدم، من پیش از همه اونهایی که پدراشون هستن معذرت میخوام. زنده باشین، خوشبختین که پدراتون هستن در کنار شما. اما همدردی و اظهار محبت می نمایم به همه اونهایی که پدراشون از دست دادن با امر تقدیر، با سن و سال. و حالا وقتی که مثلا امکان هست یادآوری کنیم پدر را، عجب چیزی هست. مثلا من همگی وقتی که یعنی احساس کردم که حضور دارم، هستم، زندم، همه زمان پیش از آن که بیگاهی ها خواب می رفتم، هیچگاه خوابم نمی آمد اگر پشت و کنار پدرم آغوش نمی کردم. یعنی یک بیماری داشتم، تا وقتی که مثلا پشت پدرم آغوش نمی کردم خوابم نمی برد. شاید چند لحظه باید پشت پدرم آغوش می کردم که خوابم می برد. حتما بعد من پگاهی صبح خودم در جاگه خودم می افتم، اما هر شب کارم این بود. من چرا اینو به یاد میارم؟ این موضوع خیلی خیلی موضوع ایجادی است. زمانی که من دستام آغوش میکردم به کتفای پدرم نمیرسید. یعنی من خیلی کوچک بودم، معده بودم و پدرم خیلی بزرگ بود. اما به دقت حاضرین میرسانم که جثه پدرم از جثه من بزرگتر نبود. یعنی اینقدر بزرگ میتافت، اینقدر بزرگ مینمود، من دستام نمیرسید. و بعد من با احساس شیرینی و لذت این چیز یاد کردم. چرا؟ زمانی که روزهای آخرین زندگی پدرم بود، خیال کردم که یعنی پشت پدرم یک وجبم نبود، یعنی خیلی کم بود، کوتاه بود. یعنی زمانی که پشت لاغری پدر بیمار بار دیدم، گفتم کجا شد اون پهلوان کجا شد؟ بعد یعنی درک کردم که یعنی این احساسی مثلا در ما فردوسی بودن است که در پدر رستم میبینیم، وگرنه همانیم که همان. واقعا هم آدم وقتی که پشت پدر آغوش میکند، به دامان مادر پناه میبرد، بهتر از این لذت در دنیا گمان من نیست. و پیش از انجام سخنم من میگم درود بر همه اونهایی که پدرند، مادرند. باشین، مهرپاشی کنین با فرزنداتان، مهرباران کنین فرزنداتان. و یک نکته را برای همه اونهایی که حالا پسرند، دخترند میرسانم که حالا که امکان داره پدراتون، مادراتون احتیاط کنین. چرا؟ این غنیمت است، حتما غنیمت است.